درود بر شما دوستان گرامی. برنامه نوبتی فوتبال آسیا منظور شما می‌گردد. دسته منتخب جوان تا 19 ساله تاجیکستان تحت راهبری سرمربی الدین توردیف در مسابقه بین المللی جام ملت‌های عرب 2021 در مصر امروز در واخوری 4-1 نهایی با میزبان مسابقه دسته منتخب مصر وارد میدان رقابت می‌شوند. هنرنمای فوتبال بازان ما نظررس است. با شرح مختصری ما توجه کنید. در حالی که شما نوارهای بازی دسته منتخب تاجیکستان را با امارات متحده عرب می‌بینید، با سمع شما می‌رسانیم که در جام ملت‌های عرب در 4 گروه 12 دسته برای جام مبارزه می‌برند. بار اول دسته منتخب تاجیکستان هم به این مسابقه دعوت شد و با گروه ب یکجایه با دسته‌های منتخب مغرب، امارات متحده عرب و جیبوتی قرعه‌کشی گردید. فوتبالبازان ما در واخوری اول با دسته منتخب مغرب بازی خوب نشان ندادند و با نتیجه 6-1 مغلوب شده در واخوری دوم دسته منتخب امارات متحده عرب را با نشانداد 3-2 شکست دادند و 3 گل محمد علی عزیزبایف با دسته ما اولین 3 خو را منصوب گردانید. بازی آخرین گروهی هم با برتری فوتبالبازان تاجیکستان سپری شد. دسته منتخب جیبوتی پس از ضربه های کبیر سلیم شویف، عبدالفتاح خدایدادزاده 2 مرتبه، سلام اشورمحمدов و فخرالدین احتمов از دروازه‌اش 5 توپ گرفته به مغلوبیت دچار شد و ما صاحب 3 امتیاز گران ارزشترین شدیم و به جای دوم برآمدیم. روخت بازی‌های 4-1 نهایی در نتیجه سزاوار گردیدیم. در گروه دسته منتخب مغرب با 3 غلبه زینه اولی جدول مسابقات را صاحب کرد. حالا به جدول گروه‌ها توجه کنید. شوف لعب العرضية وعدت كده من امام راس محمد. با همین ترتیب امروز تاجیکستان با میزبان بازی‌ها دسته منتخب مصر، سنگال با عربستان سعودی، مغرب با الجزایر و تونس با جزیره‌های کوموروس در واخوری‌های 4-1 نهایی به دیدار هم می‌روند. در این باره در برنامه‌های خبری معلومات دقیق خواهید گرفت.